سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل. امروز اومدم یاد بهتون بدم که وارد دریای دوم بشید توی بازی ولکس فروت. امیدوارم از این ویدیو اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنید، کامنت خوبم برام بذارید. خب بچه، اول شما باید برین به جزیره. اول که باید لولتون 700 باشه، پایین 700 باشه نمیشه. شما باید برین به جزیره چی اسمش هم زندان، همون جایی که دو فلامینگو هستش. باید برید اونجا. صبر کنید من اونجا رو براتون بیارم. اگر اشتباه نکنم این سمته. بله اینجاست. شما وقتی لولتون 700 شد بعد از اینجا بیاین. اینجا پیش این یارو شما میین با این یارو صحبت میکنید، بهتون یک کلیدیو میده. بعد این کلیدی رو که به شما میده میاد توی اینجا، میاد توی دستتون. شما برمیگردید میرین کجا؟ به جزیره یخی، همون سرزمین یخی که از توش جامپو میگیرید. میرید اونجا. صبر کنید من اینجاشو پیدا کنم. خب این بر باشه. آره. شما میرید اینجا. اینجا یه دونه جای مخفی داره، اون هم اینجا. شما میرین داخل اینجا، کلید رو میگیرین دستتون، این در براتون میشه. الان من چون باسه کشم در وا نمیشه. یه باسه لول 700 داره، شما باید اونو بکشید. صبر کنید، اینه، این شکلیه. من الان چون اومدم نمیتونم این باسه رو بکنم. اون میتونم الان بزنم، من نمیتونم. شما این باسه میکشین، بعدش میاین بیرون از اینجا. از اینجا میاین بیرون، دوباره میریم شمون یارو. میرید پیش همونی که ازش کیلو گرفتیم، دقیقا جزیره چیز، جزیره زندان، اسمش رو خود نمیتونم. میرید اونجا. اوه یه رو داره پرواز میکنه با کشیش. میایید اینجا. برو دیگه. میایید اینجا دوباره با این یارو صحبت میکنید. صحبتی کردید برمیگردیم جنگل، به همون جنگل. اونجا که رفتید باید برین به یه جزیره که الان بهتون میگم. همینجا باید باشه. خب شما باید بیاین به این جزیره، نزدیک جنگله. میل داون، میاین اینجا. بعد دور اینجا رو میگردید تا یه یارو رو پیدا کنید. صبر کنید الان شما میاین با این صحبت میکنید. صحبتی کردید وارد دریای دوم میشید. بعد که وارد شدید صبر کنید حالا بیاد.
دریای دوم نسبت به دریای دوم، یعنی رفتن به دریای دوم نسبت به رفتن به دریای سوم واقعا خیلی آسان تره. کار خاصی هم نباید انجام بدید. شما میاین اینجا الان وارد دریای دوم شد. دوستان اولین کوست بازی اینجاه. اینم دشمنی که باید بزنید. شما لولتون که 725 شد باید بیاین اینور دیگه. اینور باید اینا رو بزنید. الان محل دقیقشون رو بهتون میگم، کافرم میگم کجاست که بتونید ترید رو یا فوت تهیه کنید. اینم که زدین باس آخرش هم یعنی باس 750 اینجا که الان فکر کنم زدن. آره باسو زدن، باس اونجا. خب الان بهتون میگم چیکار کنید. موقعی که شما اومدید توی دریای دوم، همون روی که یعنی از همون جایی که شما اسپان شدید، اگه مستقیم بگیریم بیاین باک شدم. حالا همین مستقیم شما میگیرین میاین اینجا. صبر کنید یه چیز مخفی هم بهتون میگم. اما شما پیش این برجه اینجا رنگ دیوار عوض میشه. اینا اگه بشکنید ای بابا توی 3 تا گنج هستی، 3 تا دایموند گولد هستش، دایموند گولد چست هستش، میتونید اونا رو بردارید. شما که اومدید همین مستقیم که برید برمیگردین اینجا کافه است. اینجا کافه است. بلاک فروت از جایی که میخواین با پولتون بلاک فروت بخرید اینه. موقعی که میخواین فروت تهیه کنید همین جا. بچه میز ترید هم که بخواین ترید کنید اینجا. الان این اومد با ما ترید کرد. خب رفت. دوستان اگه چنل به 20 ساب برسه من فروت شادو رو برای یعنی قرعه کشی میکنم، فروت شادو رو میدم. اگه 50 ساب برسه گس، 70 سابم پورتال. این 3 تا فروت رو من به شما میدم. همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو دوست داشتین لطفا لایک و ساب کنید. هر چیزی که درباره دریای دوم خواستید ازم سوال بپرسید توی کامنت بگین، همه رو جواب.